عرض سلام و ادب و احترام دارم کوچیک همتون آمده تبریزی امیرعلی عبدالی در نقش برادر کوچیک‌ترم من وارد مغازه گل فروشی میشه. ازشون یک شاخه گل خوشگل، یک شاخه نه، یک دسته گل خوشگل میخرن، همه رو پرپر میکنن، همه رو پرپر میکنیم، دوباره با من به عنوان برادر بزرگتر وارد مغازه میشیم که چرا همچین دسته گل ترکیده بهش دادیم. ریاکشن فروشنده و مصدی گل فروشی. بریم که داشتیم لایک کامنت سابسکرایب کرد برو آقا سلام. خسته نباشید. من تولد بابامه که دسته گل می‌خواستم مثلا بپیچی با اون گل مولا در حد 70 تومن 80 تومن. گل نداریم، وضعیت اقتصادی خرابه. چه گل دوست داری بعد آماده کنم؟ روز هست، آبودی هست. هر کدوم ارزون تره. هر کدوم ارزون تره. بله چشم. نه اسمش چیه؟ اون والستریوم. والستریوم. آنستریوم. این چیه؟ اونم که دیگه همه رو میشناسن، روزه دیگه. روز. ایول. اون روزی که تو تایتانیک بود؟ یه جورایی میشه بود. نسبت به اون. فقط جسارتا یه 5 دقیقه زمان میبره. اوکیه، نه مشکلی نیست. روش یه تولدت مبارک هم. علی تو گل نمیخوای؟ خواستی بپیچی واسه اینا چیه؟ اینو برگ کوچ. برگ کاج. برگ درخت کریسمس. یه صفر پیش تا خونه پرپر نشه یه سیم بهش میزنم آخرسه صفر میشه. رنگ کاغذت انتخاب میکنی؟ رنگ کاغذ صورتی نداره؟ با اون صورتی دوست داره؟ صورتی نداره ولی این رنگ دارم بهش میخوره. آره همونه. سنگ رنگی داری؟ سنگ رنگی متاسفانه تمام کردم. سنگ رنگی نداره. واسه بوه یا واسه؟ هم معطرش میکنه هم حالت چیز داره، حالا خوش کردنش میشه براق و خوش کردن مثل تاف. چقدر شد؟ قابلا نیست. مفلسه 80 میشه به شما 70 تومنه. دم شما گرم. عشق من. بفرم. رمزتون؟ 10 بفرمایید. آقا ممنونم. دست شما درد نکنه. لطف کردید. بریم علی. رفتی اینو خریدی 70,000 تومان؟ 70,000 تو خجالت نکشیدی؟ پرهزینه ترین کلیپ یوتیوبه. پرهزینه ترین کلیپ یوتیوبه که ما جلو چشام 70,000 تومان سرمایه رو زد.
حالا با این دسته گل قراره بریم داخل مغازه و بگیم این چی برداشتی به این بچه دادی. بریم که داشته باشه. بریم که داشته. هم یکم اضافه بود گفتم بکنی بعد بریم. من واسط گل میفرستم تو استوری پرپرش کن پریشب. ببینم همین بود. از این آقا گرفتی؟ همین خودش بود. آقا خوبی؟ خودش خسته نباش. داد بهم. یه برداشتیم دستگل داده به بچه 70,000 تومان پول گرفتی؟ والا تو جایی که من یادم دستگل گل داشته این گلش هم کنده شده. تو خوردی زمین؟ نه کو یه جام گلی میشد یه نه، بارونه بیرون هیچ جا هیچی نیست. خوردی زمین بگو داره میگه با این دستگل سفیده گلی میشد اگه میخوردم زمین شاید بارونه آدناختی بیاد. زمین فلان. با چپولم آقا شما مطمئن اینو گل روش بود؟ من فکر کردم این مده گفتم یه چی بده من گفتم مد واسه باشه. تولد بابا یه چیز درست حسابی این چیه گرفتی؟ بابا من فکر کردم مده دیگه اینجوری برداشته اینجوری مطالعش کرده الان همه چی چروک مده. نکن گلش کو گلشو چیکار کردی؟ من با گل به شما تحویل دادم. کو گلش خب آقا شوخی داره میکنی لبخند میزنی گل بده به من نمیدونم بچه بیا اینجا بچه گل بردارم بذاره روش تولد باباه. اینو یه دست گل درست کنه داشت درست درست چی بکنم؟ آقا این الان به این 70,000 تومان از این پول گرفتی بیا بچه جا این یا اینو بذار توش. تو شاخی اصلا چنده اینا؟ درست شاخه 35,000 35,000 تومان. از پارک سر کوچه میکنه 35 شما چطوری از شما 70 تومان گرفتی؟ 70 کشید دیگه بابا اونا اونجا. دو تا گل آرستریوم هم داشته. آل سریام چیه؟ سبز آل یومجاسی سریام نداری اصلا اینجا. این یومجاس آل سریام این کو؟ آرستریوم دو تا شاخه است نه یکیش پایین دادش. آ سبز کلا؟ اون جلو هستش داخل ششم تو نگاه کنید. اون جلو. نمیدونم اینو بیا بکن توش ببریم ما. از جلو چیو بکنم؟ میخوای دوباره خریداری کنید مشکلی نداره. دوباره خریداری کنیم دوباره پول میگیری؟ بله. تو ای ارزه داشتی الان اینجا حرف نزن ارزه داشتی گله رو میگرفتی الان منو دیدی شیر شدی بابا گفت این مده اینا همینجوری داد به من. امکان داره من اینطوری آقا اینو برد درست کنی بچه دروغ نمیگه تو دروغ نمیگی که من تا حالا دروغ گفتم. نه تا حالا دروغ نمیگی جناب من اینو کامل صحیح و سالم بشونم چند لیست کاسب اینجا نمیاد اتفاق خودم خراب کنم. این بچه تا حالا دروغ تو دهنش نمیاد رفت بانکو دزدی کرد رفت بانک اومد گفت بابا رفته من بانک دزدی کردم رفت جیب 1 کیلو زد کیف پول 1 کیلو زد اومد علنا گفت بابا اون سری رفت تو سوپرمارکت ولن 10,000 تومان بهش دادم 500,000 تومان خرید کرد اومد گفت داداش رفتم 490,000 تومان دزدی کرد میگه هر کاری بکنه میگه هر کاری بکنم میگم. دروغ تو دهنش نمیاد من مغازم دوربین داره میخواین چک کنم براتون. آقا من پارسال از خود چک شما کنید تا شما یادت من نیست وقت پارسال ندارم. اومدم اینجا واسه تولد مامان گل دزدیدم اومدم بهت گفتم. اصلا اصلا میشه اینجا گفت داره این کار شما چرا میخندی آقا دزدیه دیگه دزدی خنده داره مگه. آقا این توانایی این شخص این زرنگه این شخص دستش کجه هر کس که تو این خیابونا دستکجی نمیتونه بکنه دمت گرم من بهت افتخار میکنم که پرچم خانواده رو بردی بالا حالا تو ببین من پشمام ریختم چطوری 70,000 تومان یه بار خواستم دزدی نکنم پول بدم کرد پاچم میگم بذار دزدی کنم نمیذارم. آقا میگم اینو درست کن بابا چی شهروندم این چه وضعی چه رفته اینا؟ آقا اینو میگن درستش کن اینو درست کن 70,000 تومان پول گرفتی چه سال چیه من خودم این حرف دیگه قشنگ نبود نه خواهش خواهش حالا اگه میشه اگه لطف کنیم منت سرم بذاریم 70 تومان ما رو بدیم اونجا خواهش میکنم شما کاسبین این 70 تومان ما رو بدیم 70 تومان خب من یه شاخه گل روز برای من 16 سال ژاپن بودم تازه برگشتم ایران فارسی هم خوب بلد نیستم صحبت کنم خواهش کنم من قلبم مشکل داره من واقعا شرمنده‌تونم بابا من خودم هفت خط روزگارم من اینو امروز ازت زدم فهمیدی اصلا خدایا اونو کی زدی زدم دیگه 70 تومان گرفت واقعا برام دوسته زدم. واقعا اصلا بیا. نه داییام دوست بودن داییام اکثر داییام اصلا 90% داییام دوست یه بار اومدم دزدی نکن تو داری منو دزد بال میاری حالا ما اینو میبریم من میگی دروغگو اینو من میبریم دو رو بیشتر براتون نمیذارم یا زنگ میزنم سر تکلیفتون مشخص کنید یا اینکه همین دستگاه رو بردین به سلامت چون داری وقت منو میگیری همین دستگاه رو با این میبریم نه شرمنده اون روزو میذارید داخل ما اصلا یه گل به ما میرسه مشتی دیگه
نمیرسی. خرابه بود بیا. بابا خودت از پارک سر کوچه کنده اینا رو دیگه. پاکی سرکشی دستی 450,000 تومانه پسر خوب. به تو گفت پسر خوب. به من میگه پسر خوب ویترینشو میآوردم. ویترینش کجا میشه؟ نه ویترین دکورش. بزن سر جاش. بله جناب. بیا. بیا. نمیدی دیگه نه؟ نمیدی؟ دو تا بکشون. نمیدی دیگه نه؟ نه جناب. به سلامت. نه دیگه نه اصلا راه نداره دیگه. باش آقا باش. باش کاری نداری ما رفتیم. باش. به خداحافظ. سلامت. خداحافظ. خداحافظ. بیا بیا آقا نگاه دزدی کرده بودم ما بهت نگفتیم داشت. بیا بذار سر جاش بذار سر جاش. ندادی آخه. بذار سر جاش بذار. آقا من شهروندم تو رو پولی مخفی بدی. پولی مخفیه. یعنی چی؟ نه پولی مخفی داشتم زدی. مثلا هر چی باشه من خوشم شوخی دارم یعنی چی؟ آقا من یه خواستیم شوخی کردم. نه آقا من عذرخواهی درک نمی‌کنی یعنی چی؟ اصلا منو خورد می‌کنی که ما شوخی کنیم؟ ببخش شهروند حلال داشته باشی جان. آقا اصلا بفهمید بیرون آقا بفهمید آقا اینا رو خودم جمع میکنم. جمع میکنم بیا. من جمع کن جمع باش میکنم. ببخش بفهمید بیرون من خواستم یه مزاحی کرده باشیم یه دوری مخفی ضبط کنیم دیگه ببخش حلال کن. نه آقا آقا ما از دوست عزیزمون معذرت خواهی می‌کنیم ان شاءالله که ما رو بخشید. اسم شریفتون آقا تو هستم آقا طاها هستم ولی که بزرگ ما هستن میگه آقا طاها واقعا آقا و مشتی هستن. مرسی که شوخی ما رو واقعا شوخی ما بخشیدی دیگه شوخی خواستیم بکنیم حلال کنیم. خواهی که بودم اجازه پخشم که من نوکرم دور سر دیگه محبت کردی فدای شما بشم قربون شما. حالا یه دست واقعا گل خوشگل به ما بده من نوکرم فدای تو بشم.